B, C, D, E, F, G, la, 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 la. H, I, J, K, L, M, N, la, 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 la. A, B, C, D, E, F, G, la, 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 la. H, I, J, K, L, M, N, la, 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 la. O, P, Q, R, S, T, U, la, 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 la. V, W, X, Y, Z, la, 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 la. O, P, Q, R, S, T, U, la, la, la. V, W, X, Y, Z, la, la, la. مامان این نمونه بچه های گل تو خونه با من آمده باشین که میخوایم حروف الفبا رو یاد بگیریم. باریکلا، با اشی همراه باشین. درود عزیزانم، وقتتون به نیکی باشه. من اشکان حامدیانم، مدرس زبان انگلیسی. روی کلامم با خانواده هایی که فرزند 2 به بالا دارن، یعنی 2 تا 9 سال 2 تا 10 سال دارن و دوست دارن کودکشون زبان انگلیسی رو آموزش ببینه و از همه مهمتر پایه قوی پیدا کنه. این پایه مهمه. این دوره الفبای انگلیسیه. کمک میکنم که کودک با الفبای انگلیسی به صورت اصولی مفهومی آشنا بشه و از همه مهمتر بتونه قدرت تشخیص بالایی در بخش‌های مهم و پایه زبان انگلیسی پیدا کنه که بشه مکالمات کودکانه رو بر این پایه سوار کرد. روش آموزشیم در مدت زمانهای کوتاه بر اساس سیستم عدم فشار بین 5 تا 15 دقیقه کار به پیش میره. همون اول یه برنامه میدم، خانواده مسیر راه رو میبینه چیه، دچار سردرگمی آموزشی نمیشه و نتیجه و دستاورد براش مشخصه. بنابراین با یه حس خوب، با یه اطمینان خاطر خوب آموزش رو شروع میکنه و ادامه میده. در طی دوره پشتیبانی رایگان هست، یعنی شما اگر نیاز به مشورت خاصی داشتین، نیاز به راهنمایی خاصی داشتین یا دوست داشتین کودکتون یه چکاپ آموزشی داشته باشم، ازش یه فیلم میگیرین، در واتساپ برای من به شماره‌ای که حالا اینجا هست ارسال میکنین، من یه چکاپ میکنم، ارتباط باهاتون میگیرم و مسیر رو به خوبی ادامه میدین. روش کلی بیان انتقال مطالب در یک فضای شاد کودکانه، آهنگین و ریتمیک، به صورت عمقی، ریشه‌ای، طبقه بندی شده، مفهومی و با یه تمرکز آموزشی میره جلو که مطالب در ذهن کودک پراکنده نمیشه و فایل و پیوسته است، کاربردی میشه و بازه و راندمان کار میره بالا. حالا این یعنی چی؟ یعنی وقتی دارم الفبای انگلیسی رو به کودک یاد میدم دیگه جهش نمی کنم روی رنگ و عدد و همین دوره که شما داری در واقع کمک میکنی کودک الفبا رو توسط محتوای من آموزش ببینه، در واقع ریسک کردم و با یک تمرکز جدیتر کارو بردم جلو. یعنی وقتی دارم در جلسه اول A رو آموزش میدم دیگه نمیپرم رو B و C. جلسه اول A بزرگ، A کوچک، چند لغت برای A مثال میزنم که کودک A رو عمقی بشناسه، یعنی قدرت تشخیصش در آموزش A بره بالا. برای B همینطور، برای C همینطور. مرور داریم، تمرین داریم. البته تمرین منظورم این نیست که بگم آقا مثلا فلان خط رو به کودک بده به فلان جا وصل کنه یا فلان چیز رو بنویسه، نه. در دل همین آموزش با نوع خلاقیتی که به خرج دادم، با آموزش ریتمیک و شاد و با تکراری که کردم برای کودک تمرین ایجاد میشه و در ذهنش آموزش ها ماندگار میشه. یه جمع‌بندی براتون داشته باشم. این دوره آموزشی کمک میکنه به کودک شما بدون نیاز به کتاب و منبع و هزینه‌های اضافی یا کلاس‌های متفاوت الفبای انگلیسی که یکی از مهمترین بخش‌های زبان انگلیسی است رو به صورت اصولی و مفهومی با لغات و مثال‌های متفاوت آموزش ببینه که بشه در ادامه مکالمات کودکانه رو بر این پایه سوار کرد. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. اون پایه و خشت اول در آموزش بسیار مهمه. من به شما کمک میکنم با این دوره آموزشی اون خشت اول رو درست و اصولی بکارین. بنابراین پیشنهاد میکنم این دوره رو تهیه کنین و آموزش اصولی رو برای کودکتون شروع کنین. من با شما همراهم. مانا برقرار باشین. میبینمتون.